عاقبتش ویرانشوی جمعیت است. جمعیت از اویله وابسته است. اگر که اویله ویران شدن گیرد جمعیت جنگل میشد، یک جنگلی بی‌شاهی. ویرانشوی اویله‌ها رو در تاجیکستان از مسائل داغ می‌دانند. هر سال حدود 10,000 اویله تاجیک از هم پاش می‌خورند. در 9 ماه سال 2018 8300 زن از شوهرشان طلاق گرفتند. در سال 2017 باشد این آمار به 10,000 می‌رسید. ما از مردم پرسیدیم که این سال کدام عامل‌ها باعث پاش خوردن اویله‌های تاجیک گردید و جواب‌ها نیز گوناگون و برگرفته از تجربه‌های فردی بودند. جامعه خودش هم خیلی ویران شده رفته است، چون که به حد بسیار شده است، زندگانی بین ویها رازلات بسیار شده است. همین باید حتما همین جوانان را در روحیه درست دوست داشتن تربیت کردن. دیگر یگان وای نداره. بولهوسی مردها در سن و سال بحرانی نیز از نگاه زیرکانه مردم کنار نمانده است. زن دارن، 2 تا 3 تا فرزند دارن و یا چیکار میکنن؟ فقط دخترای یوش قتی گپ میزنن، بیچاره زنهاشون سر میتین. ایروی همین طلاق به حد بسیاری بچیدگی. جوانان تاجیک بعد از ازدواج هم از نفوذ والدین بیرون نمیشوند و گپروی آنها نیز به مناسبت دو جفت تاثیر میماند. استقلال خواهی فرزندان بعضا عمل غیر اخلاقی تعبیر می شود. آیا فکر میکنم که اویله های امروزه مخصوصا اویله های جوان میخواهند و کوشش میکنند که مستقلیت رو تیز به دست بیارن، یک در مدت کوتاه در وقت کم، اما تجربه رو در این مدت به دست آوردن نمیتوانند. سبب می شود که هم دیگر را نمیفهمند. در بعضی حالت‌ها از همون چارچوبه مناسبت‌های اویلوی بیرون میبرویند. اینجا خطاگی اکلانو هم بسیار میگذره. معقول که نشد که همون وای میکنن که نشد بود دیگه آسان شدگی زنگیری خیالی میکنن. من خیلی قدر نیست در یک دیگری قدر موندگی نیست. تجربه نداشتن، نفهمیدن فرهنگ خانه‌داری و نکاح بر وقت جوانان را به بنبست میبرد، میگویند مصاحبان ما. جوانان وزیر ما همین از سن 18 17 16 ساله خانه‌دار میکنن. بسیارش ممکن بچه یاشتر، بسیار دختر یاشه به عقلی طرف دو کس میشود، هر دو طرف نفهمی میشود، طلاق ایروی بسیار میشود. بیشتری مردهای قابل کار در روسیه مهاجر کاری هستند و سالها دور از زنهای خود هستند و این فراق نیز بعضا شبهه را زیاد میکنند و در بین اویله ها دلسردی به میان میآورد. بسیارش زن میگیره همجا میپرته پیش اتاق و چش در خدمت پدر مادرش ده و خودش اوس میره خدمت ناتاشا و سویتا ده. با قول مصاحبان ما در پی ویرانشوی اویله ها بیشتر کودکان آسیب میبینند. بی پدر بزرگ میشوند، در کوچه و دور از تعلیم و تربیه میمانند. برای همون کودک‌ها دلشون سوزه. آسان نیست در همین وقت زمانه یک طرفه کودک تربیت کردن به حد وزبین شدگی، به حد. بچه بو میرد بود در روزان میوه میگیرد، دخترها میگردن کودکاشون قطعی عذاب کشیده سرگردان شده. طلاق همی عذاب شمیه که فرزندا مبینی ره میشوند. مثال زن میوه با شوهرش نه که زندگی راحت نمیوه چون که ایدمش فرزند داره. با قول بعضی مصاحبان ما سرسانی و سرگردانی کودکان یگانه پیامد طلاق نیست. به نظر آنها خود کلمه طلاق بر روان انسان ها تاثیر خیلی بد دارد. معنای طلاق نمیفهمنده. ممکن نیست اگر که خیالی میکنم که اگر که ده بوله هم بچه پرتویان باید نامی طلاق نگیره. مثال امی زن فرزنددار همه گپ میشنوه، می خیلی هست که همه گپ میشنوه. از دمش میره، مردک هم گپ میشنوه، خانواده هم مردک هم گپ میشنوه. اگر به امورها نظر افکنیم شمار طلاق از ثبت نکاح زیادتر شده است و این احوال ساکنان را نگران کرده است. آنها با چنین اویله ها گفتنی هایی دارند. همون برادرها مقصد بچه‌ها زن خودشون دوست دارن کار کنن، مقصد کارهای مثال ساختمانی باشد، ساختمانی کارهایی که مثال حکومتی دولتی باشد، کارهای دولتی کار کنن. مقصد که خودشون فقط تربیه زن و فرزندهاشون ده باشند. خوب میشد که جوانان امروز زیر نظارت یعنی کلانسالان که پدر و مادران هستند قرار می داشتند و آنها نصیحت های آنها را گوش میکردند و چنین یعنی سخنان ناجا را برای یک چیز ناچیز گرد زمین خود نمی. بعضی ها به ما گفتند که معرفت اویله داری را به جوانان باید پدر و مادر بیاموزند. هر یک همون جوانان میبینیم به اختیار خود چه خیلی رفتار میکنن، حرام است حلال است، برای اونها فرقی ندارد. پدر و مادر که باید سری راه این کارو نکرده ایستادن، برای همین خیلی وضعیت است.
аз нигоҳи ин мусоҳиби мазҳабгаро зани мусулмон бояд аз рӯи қавонини шариат рафтор кунад. агар аз рӯи ислом ҳам гирем ё ки аз рӯи қонунҳои давлатӣ ҳам гирем, баробарии зану мард вуҷуд дорад, ин ҳаст, дар ислом ҳам ин вуҷуд дорад. Лекин дар зиндагии зану шавҳарӣ бояд ки зан ба гуфти шавҳар, ҳозир ҷавондухтарои мо мебинед ба нӯки поча гап мезананд ба шавҳарҳо. ҳамин аст сабаб, дига сам. ин нав афкор дар ҷомеаи суннатгаро бештар ба назар мерасад ва озодии зан бо баҳонаҳои шаръӣ зери суол меравад. воқеаҳое ҳам ба чашм мерасанд ки баъди онҳо аз мардҳо ҳам бояд пурсида шаванд кадом вазоифи шаръии худро иҷро накардаанд. мардаки ман мехост ки ҳисоби зан зиндагӣ кунад, на ҳисоби худаш. ҳамин буд сабаби ман. 3.5 сол дар ба дар, квартира ба квартира гаштам, баъд ҳисоби зиндагӣ шидам. бештари мусоҳибони мо таъкид мекарданд ки барои ҳифзи оила бояд талош варзид. мо низ умед дорем ки сарчашмаи ин ҳама талошҳо муҳаббат ва эҳтироми якдигар шавад.